زمینه فکرش وجود داره، برای که حتی بارها تکرار میکنه که غالب فیلمسازهایی که اون زمان فیلم میساختن بازیگران تئاتر رو روی فیلم ها می آوردن و تقریبا فیلم ها به صورت یک نمایش سینما تئاتر بود. منتها ایشون به همون شکل و شدتی که من خواهم گفت و جلو خواهیم رفت بر روی کارهای ایشون، تأثیراتی که بر سینمای ما میذارن تأثیرات بسیار زیادی هست و شروع به فیلمسازی که میکنن. یعنی من توی مرور فیلمهاش جز بازگشت که هرچی گشت پیدا نکردم، کیفیت بقیه فیلمها هم بعضی رو دیده بودم در گوشه روی پرده سینما، ولی اونایی که در روی ویدیو هستن با کیفیت خیلی مطلوبی ندارن و این باعث تأسف هست که این فیلم ها نمیمونه. ایشون شاید بیش از 30 فیلم در تاریخ سینما ایران تدوین میکنن، به اسم ایشون ثبت شده. نویسنده و سازنده آنونس هستن. آشیانه مهر، شکار، خواستگاری، سایه خیال و خیلی فیلم های دیگه هستن که ایشون کار میکنن. این اطلاعات اولیه رو از این جهت میگم که بدونیم ما با آدمی طرف هستیم که در اون موقع و بعد از اتفاقات ایران زیر سیطره تهیه کننده، زیر فشارهای فرهنگی اجتماعی بسیار آزرده میشه. چند تا از فیلماش هم که همونطور که اطلاع داریم که اجازه نمایش نمیگیره. فکر میکنم که انفجار سال 60 بود، یک فیلمی هم داشت در سال 58 نمیدونم یا 60 از فکر میکنم جو تا اوج بود و انفجار در سال 58 بود که اینا اجازه نمیگیرن. افریت هم همینطور در سال فکر کنم 68 بود یا 67 دقیق نمیدونم تاریخشو. اون هم به عنوان تدوین کار میکنه، اجازه نمایش نمیگیره. من برای ورود به مدخل سینمای ایشون و اینکه تأثیراتی که ایشون در سینما میاره، تغییرات فنی که میده، چون ایشون رو سینماگر اندیشه نمیدونستن. علت هم این بود که ایشون رو بیشتر سینماگر تکنیک و سینماگر فن میدونستن. یعنی از نظر فنی ایشون کارهایی در سینما انجام داد که راهگشای بسیاری شد، چهرهایی رو به سینما آورد، فیلمسازان رو کمک کرد که به فیلمسازی رو بیاورن. از این نظر من اگر اجازه بدید، اگر بخوایم این صحبت ها رو بکنیم، من دوست دارم که حالت پرسش و پاسخ داشته باشیم و به صورت واحد تکلم نکنیم، چون واقعا شجره‌نامه آنچنانی دارن ایشون که میشه خیلی صحبت کرد و تأثیراتی که این جریان ها بر روی ایشون گذاشته بود، مثل وقایعی که در پدرش مرتب تعریف میکرد در مورد ارامنه برای ایشون، و ایشون هم همیشه میگه وقتی من پدرم این چیزها رو تعریف میکرد دقیقاً متوجه این بودم که خاطرات پدرم، صدای ایشون همیشه تو گوش من هست. وقتی اون صدا به من رجوع میکنه از کودکی، من صدای فریاد میشنیدم، صدای گردن بریدن ها، سوزاندن ها، زجای بچه ها و مادرها، و میگه این به من خیلی تأثیر گذاشت. من اصولا از خشونت بدم میاد و اما این چیزها همیشه باعث شد که من جذب این داستان بشم. من در خدمت شما هستم و با روند فیلمهاش و عواملی که این فیلمها رو موفق میکنه و در سینما ایران تازه هست و یادگار میذاره برای نسل‌های بعدش، در خدمت شما هستم. از دوستان خواهش میکنم هر کدوم که تمایل دارن شروع به صحبت. خیلی ممنون آقای پاکزاد، خیلی ممنون. چند تا مهمان داریم.
آقای شهرام آدرنگی، آقای ابراهیم پور سلام عرض میکنم. دوستمون آقای عبداللطیف بابایی، متاسفانه امروز من مجبور شدم با موبایل وصل شم و همه چی جلوم نیست. خانم وفاپور هستن و خانم اسماعیلی امشب تشریف آوردن. از آقای آدرنگی دعوت میکنم که افتخار بدن و در رابطه با آقای خاچیکیان اگر مطلبی هست بفرمایید. با عرض سلام و تشکر از دعوت شما. خیلی خیلی ممنون. در همین مدت کوتاه هم به گروهتون خیلی علاقه‌مند شدم و هم مباحث جالبی که مطرح میشه و خوشبختانه دوستان همه آگاه هستن ظاهرا به مسائل سینمایی و خودش یه نکته بسیار جالبی. صدای من میاد؟ بله قربان صداتون هست. تصویرم هست یا بخواید قطع کنم؟ تصویرتون هم هست. بله. جناب پاکزاد لطف کردن خلاصه در نهایت در ارتباط با آقای خاچیکیان و سیر در حقیقت نمیشه گفت تحولی و در حقیقت یک کرونولوژی سینمای ایران در ارتباط با آنچه که بر سر فیلمسازان رفته فرمودن. واقعیت اینه که بله آقای خاچیکیان با وجود اینکه خیلی صحبت هست، خیلی چیزا در موردش ناشناخته است که آیا تحصیلات کافی در ارتباط با سینما داشته یا نه، که البته اهمیتی نداره، ولی ایشون حتی اگر یک فیلمساز خود ساخته هست سینمای ایران رو از لحاظ تکنیک واقعا متحول کرد. یعنی حداقل در حقیقت این یه بخشی مدیون خود ارامنه هست که ارامنه در حقیقت در خیلی از جاهایی که صنایع حضور داشتن که این صنایع خیلی بعضی موقع نیش مارکت یا به نوعی همچین محجور بوده و اونها این صنایع رو در حقیقت زنده نگه داشتن. یکیش هم همین صنعت سینما و لابراتوار سینمایی که در حقیقت واقعیت ارامنه پیشگامش بودن در حقیقت سینمای ایران. ولی همونجوری که آقای پاکزاد فرمودن زمانی که آقای خاچیکیان شروع به کار میکنه سینما ایران، حالا نمیشه گفت فیلم فارسی، ولی سینمایی بوده که واقعا بیشتر مملو از ملودرام هایی بوده که امروز هم شما در گوشه کنار دنیا میبینیم و چیز طبیعی هست، برای اینکه هم گیشه پسنده، هم به هر صورت سینما رو اگر شما فقط به عنوان یه هنر بخواید در نظر بگیرید عملاً باید تعطیل بشه، به خاطر اینکه سینما فقط هنر محسوب نمیشه، هنر صنعته و صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری و برگشت سرمایه داره. خواه نخواه اون سینما با همه ابتذال، حالا حتی بخوام بگیم یا با همه معمولی بودنش در بعضی موارد، در حقیقت سینمایی هستش که واسه زنده نگه داشتن در حقیقت تهیه کننده ها میشه. این یه واقعیتی است. در مورد آقای خاچیکیان همونجوری که عرض کردم آنچه که در موردش خیلی صحبت میشه، به قول حالا من امروز داشتم یه نگاهی هم انداختم، اتفاقا ویکی‌پدیا چیزای جالبی داره که بعضیش هم واقعا درست هست، یعنی تحلیل‌های درستی احتمالاً اصلا کتاب مرحوم مهرابی و غیره هم اقتباس شده خیلیاش. آقای خاچیکیان و دوستانشون بهشون گفتن سامول، یعنی حتی ساموئل هم نه. و یک نکاتی راجع بهش هستش که در حقیقت خیلی جا نانوشته هست و کسانی که از نزدیک میشناختنشون در حقیقت این چیزها رو میدونن. از اونی که ایشون خب خیلی بارها افت و خیز مالی زیادی داشت، عاشق فیلمسازی بود و در نهایت هم فکر میکنم که واقعا با سختی زندگی میکرد. چندین بار شرکت فیلمسازیش ورشکست شد و در نهایت یک فیلمسازی بود که میدونید عاشق فیلمسازی بود، ولی اینکه بگم یک فیلمساز مؤلف بود خیر. همونجور که جناب پاکزاد فرمودن در حقیقت سیا خود جناب علی فرمودید سینمای دلهره و وحشت رو در ایران در حقیقت به نوعی راه اندازی کرد در زمانی که خب خیلی فیلم‌های معمولی و داستان‌های حتی خیلی سطحی می‌ساختن، ولی خب داستان‌های خودش هم داستان‌های خیلی خاص و خارق‌العاده‌ای نبود، ولی خب ایجاد دلهره می‌کرد. این که حالا خیلی جاها شنیدیدش میگن هیچکاک ایران، واقعا میگفتن قاعدتاً زیاد محلی از اعراب نداره، چون واقعا نه به واسطه اینکه حالا بخوایم بگیم هیچکاک در یک منزلت دیگری است، نه اصلا شباهتی هم با هم دیگه ندارن. ممکنه یک نوآوری‌های جزئی در سینما ایران کرده باشه آقای خاچیکیان، ولی جایگاهش با آقای
هیچکاک در حقیقت قابل قیاس نیست، چون اصلا یه در حقیقت میخوام بگم که امثال آقای هیچکاک در حقیقت کسانی هستن که سینما رو تبیین کردن، سینما رو تعریف کردن. حالا دور نریم از آقای خاچیکیان و همونجور که جناب پاکزاده فرمودن این افت و خیزهای ایشون در اواخر هم دیگه فیلم هایی که میساخت واقعا نه گیشه پسند بود و نه منتقدین روی و نگاه خوشی بهشون داشتن و به همین دلیل میشه گفتش که تقریبا از اواخر اواسط دهه 40 دیگه در حقیقت ایشون فقط فیلم میساخت و حتی با واسطه نامی هم که داشت در نهایت فیلم ها بالاخره یه فروشی میکردن، ولی دیگه اون حداقل نوآوری های فنی و غیره هم دیگه در پس سینماگران جدیدی که حتی خیلی هاشون دست پرورده خودش بودن، مثل آقای مسئول کیمیایی که دستیار ایشون بود و در حقیقت از آقای خاچیکیان خیلی کارهای فنی رو یاد گرفته که شاید هم یه بخشی از این که آقای کیمیایی حتی حالا اسمشون شاید آوردنش شاید به جا نباشه، ولی ایشون واقعا تکنیک خوبی داره ولی باز مشکل فیلمنامه نویسی داره. بخشیش هم در حقیقت یک ارثیه‌ای است از آقای خاچیکیان. من واقعیت بعضی از فیلم‌های آقای خاچیکیان رو دیدم، فیلم‌های قدیمیشون رو دیدم، فیلم‌های بعد از انقلاب یکی دوتاشون رو دیدم، همین عقاب‌ها که واقعا پرفروش هم بود، واقعا از فنی و تکنیکی فیلم خوبی بود در زمان خودش در نهایت بالاخره، یعنی در حقیقت میتونست تماشاچی رو جلب کنه، اکشن داشت. ولی عرض کنم خدمتتون فیلم‌های آقای خاچیکیان یک فیلمساز پیشرو به معنایی که بگیم مثلا مثل آقای فرخ غفاری یا آقای ابراهیم گلستان یا حتی کسانی که بعداً در کانون سینماگران پیشرو کار کردن مثل آقای صیاد یا مثلا شهید ثالث در اون رده نمی‌گنجه. با این حال واقعا خیلی از اینها وامدار ایشون هستن، به واسطه اینکه اگر ایشون واقعا نبود واقعا میتونم بگم که حداقل صنعت سینمای از تکنیک و از لحاظ خیلی عقب مونده تر از این حرف باقی میمون تا به دست اون برسه. من خاص زیادی واقعیت الان به ذهنم نمیرسه، اگر سوالی پیش بیاد یا بحثی پیش بیاد شاید بشه در حقیقت ادامهش داد. خیلی ممنون آقای آدرنگی، خیلی از نکته ها باهاتون موافقم، ولی حالا در موضوع تکنیک و اون فن سینما ایشون به نظر من هنوز هم خیلی پیشرو هستن در جایگاه خودشون. حتی گونه سینماییشون هم جز معدود کارگردان‌هایی مثلا مثل آقای جیرانی یا چند تا کارگردان نوجوان دیگه جوان دیگه هنوز کسی نیومده مثل ایشون که انقدر خبره باشه به اون روش فیلم ساختن. مثلا فیلم هایی که حتی شما اگر قاب هاشون یا تدوینشون هم خیلی خاصه، تدوینشون مثلا شما اگر فیلم دلهره رو دیده باشید خیلی تدوین جالبی هست. با عرض پوزش یک موردی رو مطرح کنم، ببخشید آقای خاچیکیان زمانی که این فیلم ها رو ساختن، دلیلی که شما میفرمایید الان فیلم نوار اصولا فیلم نوار دیگه مثل سابق دنبال نمیشه. فیلم نوار یک دوره‌ای داشته و این دوره هم تقریبا همون دهه 40 و 50 میلادی است و آقای خاچیکیان هم دسترسی به فیلم‌های خارجی داشتن و از خیلی از فیلم‌ها اقتباس کردن. ایشون عرض کنم این فیلمساز خود ساخته خود آموخته است، حالا مثل اینکه مکاتباتی هم با یک دانشگاه دیگری در خارج از آمریکا داشته. حالا من با مکاتبه اون زمان چطور آدم میتونسته فیلمسازی رو یاد بگیره یه مقدار محل در حقیقت شک و تردید است، ولی اینکه ایشون در حقیقت 100% تکنیک خوبی داشته، اینو به خوبی و جزو اولین کسانی بوده که واقعا اومده در حقیقت دکوپاژ کرده، در حقیقت تقطیع روی کاغذ کرده، همینجوری نرفته سر صحنه. یا حتی فیلم شب نشینی در جهنم که در حقیقت بدون ایشون تموم نمیشده، واقعا در زمان خودش لازم تکنیک و غیره. حالا بماند که دکوراژ آقای خاکدان با کارگردان اولیه با هم دیگه درست کردن، ولی خب به خوبی جمع شده. در نهایت امر شکی نیست که آقای خاچیکیان تاثیرگذار بوده، لازم تکنیک هم عرض کردم پیشرو بوده. منتها یک مسئله که هستش حالا در مورد ادیت یا غیره و چیزای دیگه که صحبت می‌کنیم، ببینید فیلمسازی در نهایت یک فیلم خوب یک کلیته. ما اگر یه روزی رفتیم گفتیم به به چه ادیت قشنگی داشت اون فیلم چرندی است، یا اگر گفتیم به به عجب موزیکی خوبی داشت که دیگه هیچ تموم تکلیفش اصلا مشخصه.
یا اگر رفتیم گفتیم چه فیلم برداری زیبایی داشت و همچنین. میدونید فیلم یه کلیته، تمام این جزئیات مثل یک بافت یک پارچه در هم دیگه تنیده میشه و یه تلالو، یه جذابیت و یک زیبایی در حقیقت ایجاد میکنه. ولی اینکه بگیم صرفاً کارگردانیش خیلی قشنگ بود، موزیکش خیلی قشنگ بود، اینجوری بود، حتی بازیش قشنگ بود، ولی سر ته داستان چیزی نبود. ببین اشتباه نکنید، من اصلا شخصا حالا به هر دلیلی به دنبالی که فیلم پیام داشته باشه یا نمیدونم حتما فیلم به شما آموزش بده، نه اصلا این حرفا نیست. ببینید فیلم باید در شما چیزی ایجاد بکنه که واقعیت ساده ترینش دیگه وقتی سالن سینما بیرون شما فکر کنید راجع بهش، راجع به اون چیزی که در حقیقت دیدید به فکر فرو برید. حالا هر نتیجه‌ای میگیرید یا هر اقتباسی دارید یا هر نوع در حقیقت به قول معروف تعبیری ازش دارید، ولی شما رو به فکر ببره، یعنی در شما تأثیر بذاره. این یک واقعا خصوصیت یک فیلم خوب است. آقای خاچکیان فیلماشون فیلم‌های دلهره‌آوری بودن، ولی مثل خیلی از فیلم‌های ببینید فیلم نوار رو صرفا برای هر فیلم دلهره‌آور یا غیره نمیشه به کار برد. شما ببینید امروز در حقیقت استاد یکی از اساتیدی که فیلم نوار میسازه در حقیقت مایکل مان هست. دیدید خیلی از فیلم‌هاشو، ولی امثال مایکل مان هم کمه. اصلا این ژانر خیلی، یعنی ممکنه این ژانر دیگه خیلی طرفدار نداره در دنیا، میدونید. حالا به هر دلیلی بیشتر حتی میبینید که اصلا به سمت سریال ها دارن میرن مردم، بیشتر مردم سریال ها رو میبینن. تغییرات در نهایت ایجاد شده، ولی هیچ شکی نیست که آقای خاچکیان همونجوری که فرمودید خیلی تاثیرگذار بودن. تکنیک رو واقعا در سینما ایران واقعا جا انداختن و تمام اینا به کنار. ولی این که شما عرض کردم بخواید آقای خاچکیان رو به عنوان فیلمساز، حالا نه صرفا مؤلف، فیلمسازی به نام ببرید که واقعا فیلمنامه‌های چجوری از کنم خدمتتون، خیلی هاشو شما تو سینمای آمریکا هم دیدید، یعنی به نوعی اقتباسی بوده، منتها خب در حقیقت آداپته شده در برگشته به سینمای ایران. و یک کمی خب ایشون بک‌گراند تئاتر هم داشته و گروه تئاتری داشتن. خود این بهش کمک کرده که بتونه از بازیگرهایی هم که در حقیقت حالا خود خیلی از بازیگرا هم ایشون آورده، حتی بیکیمان ورجل مثلا ایشون آورده، یا ملک مطیع رو ایشون معروف کرده در حقیقت. بهروز وثوق هم ایشون آورده، بهروز وثوقی، حالا فرانک میرقهاری، خیلی دیگه، مثلا ویدا قهرمانی، ویگن، یا حتی آرمان حسپیان که به آرمان معروف بود در سینما ایران خیلی، یا بوتیمار، عبدالله بوتیمار، خیلی رو در حقیقت ایشون آورده. منتها یک حالا شاید گفتنش چیز نباشه، این در حقیقت خود ایشون بعدها یکی از دلایل افت کاریش گرفتار شدن عشق یکی از همین هنرپیشه‌ها، نه اسم نبردم، اسم نمیبرم، هنرپیشه‌های به قول معروف متأخرش پیش از انقلاب البته بوده که باعث شده که در حقیقت ایشون تقریبا تمام هستی و در حقیقت تمام داراییش رو به نوعی از دست بده. متاسفانه خب نتوان، یعنی دقیقاً دیگه از سال 46 و 7 بعد چون ببینید دیگه ایشون فیلمسازیش به نوعی در حقیقت سیر قهقرایی پیدا میکنه و دیگه اون چیزی که بود نیست. که بخش زیادی هم ببینید واقعیت هم اینه که نسل جدیدی هم که میاد، چه از نسل جدیدی که در حقیقت نسل جدید مخاطبان و چه نسل جدید فیلمسازان هم خانه‌ها در این داستان بی تأثیر نبودن که ایشون به نوعی در نهایت محجور شد که تا حدی که دیگه بعد از انقلاب با اینها بازم به نظر من با توجه به که فیلم‌های خنثایی میساخت و فیلم‌ها اصولا فیلم‌هایی نبود که ربط سیاسی پیدا بکنه یا حتی خیلی به مسائل اجتماعی حادی بپذیره، مثلا فرض کنید مثل دایره مینای آقای مهرجویی که خب حالا نمی‌گم فیلم سیاسیه ولی بر اساس فیلم اونقدر لحاظ اجتماعی در حقیقت دردناکه که به مسائل سیاسی در حقیقت منتهی میشه، اصلا نمیگیره. ایشون در نهایت هم یه فیلمش هم که در حقیقت خیلی کوتاه پخش شده، اسمشو فراموش کردم به خاطر اون صحنه مثلا برهنه یا نمیدونم به صحنه 2-3 تا ایرادی گرفتن. خب اینم به خاطر این بوده که اون موقع حتی در امریکا هم کد نمایش داشتن، حتی قانون هیز حتی تا دهه 60 هم حتی بوسه طولانی یا فرض کنید صحنه‌های برهنه آنچنانی برای فیلم‌های آمریکایی اجازه نمیداده. این رو در فیلم‌های اروپایی مقدار آزادتر نهایتاً، به خصوص فیلم‌هایی که در اسکاندیناوی ساخته می‌شدن در اون دهه. خب خیلی ممنونم. آقای اسلو می‌خواد صحبت کنه. در خدمتتون. متشکرم. تشکر می‌کنم از
جناب آقای آدرنگویی به نکات خیلی مهمی اشاره کردن. من یه چیزی در رابطه با آقای ساموئل خاچکیان به ذهنم رسید. آقای خاچکیان وقتی که در دهه 30 و 40 که فیلم می‌ساختن، یک سری تکنیک هایی رو به کار می‌بستن که امروزه در قرن 21 میلادی دیگه این تکنیک ها یک چیز خیلی بسیط و ساده به اصطلاح هستش که شاید با یه سری دوربین های دستی هم بشه کار کرد. این موقع به این دلیل شاید بیشتر به چشم اومد، ولی این یک بخش قضیه هستش که حقی برگردن بعضی از سینماگرها، چه بازیگران چه کارگردان چه کسانی که حتی تهیه کننده ها دارن، شکی نیست، چون که پایداری ایشون بر روی نوع سینمای خودشون این خیلی به چشم میخوره، این خیلی درشت هستش و شاید این ارثیه رو با آقای کیمیایی هم منتقل کردن به نحوی. یعنی آقای خاچکیان میان خیلی بازیگرا رو معرفی میکنن، خیلی بازیگرایی که در شکل اولیه شاید خیلی هم استعداد بازیگر خوب شدن ندارن، ولی بازیگر خیلی خوبی میشن، از جمله مثل مرحوم ملک مطیعی که بعدها دیگه میشه آقای ملک مطیعی. یعنی در نگاه اول ایشون حتی در خودشون هم نمیدیدن که بازیگر بشن، یا یه فوتبالیست مثل حسین یاریار که آقای خاچکیان میاد این کار رو میکنه و ایشون رو به بازیگر ثابت فیلم‌های خودشون تبدیل میکنن. میخوام اینو بگم که بخشی از ویژگی‌های آقای خاچکیان به آقای کیمیایی هم منتقل شده. حالا این نظر شخصی من هستش که هرچی به این سمت رسیده کارهای آقای خاچکیان یه مقدار از به اصطلاح قدرت اون کاسته شده و فیلم‌های بعدیشون مثل چاووش و مردی در آینه و بلوف و اینا که وقتی ما می‌بینیم احساس می‌کنیم که به قدرت کارهای قبلی نیست. من در اواخر بعد از عقاب‌ها بود که چون عقاب‌ها هم واقعا دیگه یک رکورد برای خودش بر جا گذاشت و در ژانر خودش خیلی خوب ساخته شد. اونجا بود که خیلی ها به طرف خاچکیان برگشتن و میخکوب خاچکیان شدن به دلیل جذب مخاطبش. ولی وقتی که میان مثلا یک فیلم های نظر شخصی من البته هستش مثل مردی در آینه یا چاووشو میسازن، من به کلی ناامید میشم و احساس میکنم برمیگردیم به همین صحبت قبلی که اون قدرها مؤلف نیستن، اون قدرها جوهره فکری سینمایی 100% ندارن که بیان یک نوع سینما رو همیشه قوام بش بدن، همیشه قوی ترش کنن و تا آخر اینجور استوار برن جلو. فقط نوع تکنیک و نوع سینماشون هستش که ایشون رو خاچکیان نگه میداره. حالا من نمیدونم چطور بتونم منظورم رو برسونم. حالا شما نگاه کنید وقتی که مثلا آثار آقای مهرجویی رو میبینید از یه جای شروع میشه، شما با چند تا نما میتونید بفهمید این کارهای آقای مهرجویی هستش. آقای خاچکیان هم همینجور هستش. ولی که برمیگردیم به صحبت دوست عزیزمون آقای آدرنگویی همینجور، یعنی بیشتر میتونیم بگیم که ایشون ژانر خودشون رو پی گرفتن و خیلی نمیتونیم بگیم مؤلف. من خودم در واقع قبلا تصورم این بود که ایشون یک سینماگر مؤلف هم، ولی وقتی به متون برمیگردیم نوع کار آقای خاچکیان احساس میکنیم که مؤلف بودن هم واقعا یک سری مؤلفه‌های خاص خودش میخواد که آقای خاچکیان اینجور نبودن. ولی که قابل تقدیر هست کار آقای خاچکیان در این که بیان یک سینمای جذاب رو به تماشاگران اون زمان خودش رو معرفی کنن. در بین فیلم‌هایی که حالا اون زمان‌ها بود به نسبت تکنیکی که اون موقع استفاده می‌کردن یک سر و گردن شاید بالاتر ما می‌بینیم کارهایی که دیدیم مثل دلهوره که آقای جانفدا اسم بردن. میخوام اینو بگم که اگر امروز در دهه 90 انتهای دهه 90 شمسی ایشون بودن، تکنیکاشون دیگه شاید کاربردی نداشتن، چرا که این تکنیک‌ها دیگه مثل تکنیک‌های کهنه به شمار میاد و برای من این سوال بود که آقای خاچکیان دیگه می‌خواستن الان چیکار کنن و این بود که من در واقع چون آقای خاچکیان رو دوست دارم برام سوال بود که سینما رو تدریس می‌کردن، تحقیق و پژوهش می‌کردن یا باز می‌خواستن به همون سینما ادامه بدن. آقای اسلوب، من فکر میکنم اگه بودن مثل آقای کیمیایی هنوز فیلم میساختن، ولی به نظر من همه فیلم های یک کارگردان نمیتونه خوب باشه. نباید انتظار داشته باشیم که تک به تک فیلم های کارگردان ها یکی پس از دیگری خوب باشن و قابل
قابل بررسی و اینا باشن. الان حتی کارگردان‌های بزرگ هالیوودی هم همه فیلم‌هاشون خوب نمیتونه باشه. من کسی یادم نمیاد که همه فیلم‌هاشو بشه گفت خیلی تاپ و خیلی خوبه. البته من هم نمیگم که از نظر قصه ایشون خیلی خاص هستن و مؤلفن، ولی ایشون رگه های از کارگردان مؤلف رو دارن. همین مثلا حتی از نظر فیلمنامه من کاملا موافقم، ولی تدوین، فیلم برداری و حتی بازیگردانی ایشون هم چیزی مال خودشونه. حالا خوب و بدش من کاری ندارم، ولی مال خودشونه. ولی قصه درسته مال خودشون نیست. هنوز هم من تو سینمای ایران حرکت دوربین هایی مثل حرکت دوربین های ایشون ندیدم. هنوز هم در حال حاضر هم کارگردانانی نیستن ندیدم مثل ایشون. من عذرخواهی میکنم که میگم این چنین نیست. حتی در پیش از انقلاب هم بعضی از فیلم ها هستن که چه از لحاظ حرکت دوربین، چه از نورپردازی یک سر گردن از کارهایشون بالاتر هستن. شما کاری که یه بهارلو انجام میدن رو حتی در زمان خودش میتونید با این فیلم بردار ایتالیایی هم نسل خودش مثل استورارو در مقایسه بکنید. اون فیلم ها رو باید دید و بعد نظر رو داد. حرکت های دوربین حتی در دایره مینا، در پستچی، در آقای هالو، کارهایی که آقای بهارلو کرده همچنان کارهایی است که واقعا یا سوت دلان. اینا فیلمایی هستن که واقعا کارهای بسیار زیبایی انجام شده از فیلمبرداری یا بنبست، یا حتی فیلم شطرنج باد که اخیراً در حقیقت در اروپا این رو به قول معروف دوباره ریستورش کردن. اینها قابل قیاس نیستن. این چنین نیست. واقعا ما در اون زمان داشتیم کارهای خیلی قشنگی که انجام شده و آقای خاچیکیان این هیچ نافی نیست که آقای خاچیکیان کارهای زیبایی کرده، تکنیک خوبی داشته، شکی نیست. ولی اینکه بخوایم بگیم دیگه ندیدیم و در سینما ایران نیست و اینا، به نظر من یه مقدار زیادی کم. فیلم‌هایی که شما گفتید بیشتر قصه محور اون فیلمه، یعنی قصه خیلی بلده. ولی توی فیلم خاچیکیان من دارم از بحث تکنیکالش صحبت. حالا این بحث ایجاد شد. فیلم خوب ببینید آقای خاچیکیان چرا یک فیلمساز مؤلف به حساب نمیاد، یا چرا یک در حقیقت به خاطر همین نقایصه. این آقای خاچیکیان اون اصل فیلمنامه به اصل که ببینید اگه شما یه فیلم خوب داشته باشید میتونید خرابش کنید، شکی نیست. اگر یک فیلم بد داشته باشید هر کاری بکنید اون فیلم بده. هر کاری بکنید این فیلم بده، چون فیلم یه کلیته. عرض کردم خدمتتون این گفته من نیست، این واقعیت، این چیزی که وجود ما نمیتونیم نفی کنیم. فیلم یه کلیته، مثل یه تیکه پارچه‌ای که کامل به هم بافته شده باشه. همونطوری که صحبت کردم هر قسمتش نخ کش شده باشه، هر قسمتش پاره شده باشه، با رفو هم بکنید جای رفو دیده میشه. این یه واقعیته. آقای خاچیکیان در نهایت امر با همه این تکنیک و چیزایی که داشتن ما اغراق نکنیم، واقعیت ببینیم کارش خوب بوده. واقعا در دهه 40 شاید حتی میتونم بگم بی‌نظیر بوده از لحاظ تکنیک، نوآوری داشته. اینا چکی در دهه 30 در حقیقت دیگه در دهه 40 یواش یواش ببینید پای خیلی باز میشه. یک سینمای پیشرو، سینمای مدرن میاد که در حقیقت این سینمایی است که آدم‌هایی هستن که تحصیل کردن. ببینید یک اتفاقی در ایران میفته، حالا بد یا خوب، مدرسه سینمایی تشکیل میشه. اولین مدرسه سینمایی خاورمیانه است عملاً. من فکر میکنم حتی از مدرسه سینمایی مصر هم پیشرفت، در حقیقت نه پیشرفت، منظورم جلوتر، سر سال 1960 با وجود اینکه رئیس دانشگاه خودش تئاتری بود و علاقه به این نداشت، به اجبار یک گروه‌هایی مثل افرادی مثل فرخ قفاری اومدن و این مدرسه در حقیقت در دانشکده هنر دراماتیک راه اندازی کردن. با ورود دانشکده هنر دراماتیک یه سری اساتیدی هم کسانی هم که در اونجا درس خونده بودن اومدن و آکادمیک این درس دادن. طبیعی نسل جدیدی که وارد در حقیقت سینما ایران شده خیلی چیزها رو از آقای خاچیکیان میتونسته فراتر یاد بگیره و میتونسته درک بکنه. ایرادی با آقای خاچیکیان که یک فیلمساز در حقیقت خود آموخته است نیست، ولی ما نمیتونیم به صرف اینکه چون شون خود آموخته است امتیازات بیشتری بهش بدیم، بگیم که نه حالا چون اینجوری بوده تکنیکش خیلی بود. همه اینا درسته، ولی واقعا فیلمساز ما صحبتم اینه، فیلمساز مؤلف نیست. شما این ازش من صحبتم تموم میشه. من هم عرض کردم اگر ما بخوایم فیلمساز رو از لحاظ کلیت فیلم
بگیم مؤلف هست یا نه نیست، ولی توی کارگردانی مخصوصا فیلمبرداری و تدوین ایشون به نظر من خیلی، حتی از خیلی از کارگردانه الان هم جلو هستن. شما از دایره مینا مثال زدید، آقای هالو مثال زدید، یا نمیدونم چند فیلمی که شما مثال زدید، نقطه قوت اینا قصه خوبه نه کارگردانی خوب آقای خاچیکیان باعث می شده که فیلمنامه‌های مشکل دار به شکلی خوب جلوه بکنه. اگر من خودم فیلمنامه نویسم، اگر ما بخوایم مثلا فیلمنامه دلهره بسیار باگ روایی داره، ولی اون حرکت‌های دوربین، اون موسیقی، اون انتقال حسش خیلی خوبه که میشه فیلم دلهره. من دارم عرض من اینه، نه اینکه ایشون خیلی فیلمساز کاملیه یا مشکل نداره یا خیلی چیزها. حتی مثلا من خودم وقتی فیلماشو میبینم با دیالوگی که رد و بدل میشه مشکل دارم، ولی خب به نظر من هنوز هم اون تکنیک ها، اون سکانس های کارگردانی شده ایشون خیلی جذاب هستن. البته بابک جان، من اینجا یه نکته رو اضافه کنم که این چیزی که استاد عزیزمون آقای آدرنگی گفتن همینه. حالا اگه به همون سینمای قصه‌ای که شما میگید اگر قصه نداشتی یا داشته اضافه کنیم، میشه اینجا تفاوتی کارگردان خوب با یه کارگردان متوسط رو دریافت. خب آقای ساموئل خاچیکیان، من میخوام حالا برگردم به صحبت خودم که من نظرم این نبود که کار بعضی کاراش خوبه بعضی کاراش ضعیفه نیست. من می‌خواستم یه سیر نزولی دارن ایشون. سیر نزولی دو تا دلیل داره. یکی این که یه سری فیلمسازا خیلی خوب میان بالا، یه دلیل دیگه همین هستش که یه سری تکنیک‌ها کهنه میشن و تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های جدید دارن جایگزین میشن. زمان داره میگذره. هر چقدر زمان میگذره آقای خاچیکیان رو دارن جا میگذارن تا اینکه یه اتفاق میفته و یک عقاب‌ها رو میسازن. خب عقاب‌ها یک اتفاق خیلی خوبی بود که شاید به ناب گفته جناب عالی که میگید حالا ایشون یه سری چیزایی بلد بودن که بدون قصه هم میتونستن خیلی کارا انجام بدن. حالا اینجا یک فیلمنامه قصه محور میاد به کمکشون با تکنیک‌های خودشون، یعنی کار خیلی خوبی رو انجام میدن. ولی بعد از عقاب‌ها ما دوباره میبینیم که 3 تا 4 تا فیلم پشت سر هم دارن. خب من از دید یک بیننده دارم میگم، یعنی یک تحلیل سینمایی یا نقد سینمایی نمی‌کنم. اسکورسیزی همه فیلماش خوبه؟ نه مثلا نمیگم همه، میگم سیر نزولی، میگم آخراش ضعیف شدن. چرا اینو میخوام بگم، یعنی ایشون از کارهای خیلی خوب به کارهای ضعیف رسیده. اصلا من نمیخوام بگم که کار چه کسی رو ما میتونیم، کدوم فیلمساز رو میتونیم نام بیاریم که همه کاراشون خوب باشن. من از سینمای مرزویی شاید خوشم بیاد، خب ولی همه فیلماشو نمیپسندم. حتی سینمای آقای بیضایی که خیلی از فیلماشو میپسندم. این طبیعی هستش. میخوام اینو بگم که آقای خاچیکیان با گذشت زمان، این نظر شخصی میگم، نمیخوام تعمیم بدم، با گذشت زمان افت محسوس میکنن. در شما برید مردی در آینه و چاوش رو ببینید چه چیزایی به شما میشه. فقط یه سری تکنیک هایی که قبلا خودشون مبدعش بودن کار کردن و بعد از اون بهتر از اونش هم اومده. اینو ما داریم بحث میکنیم، یعنی صحبت میکنیم در تو سینمای خاچیکیان. اصلا ما تعصبی رو کار آقای خاچیکیان یا ادابتی نداریم. من خاچیکیان رو به عنوان پیشکسوت سینما، به عنوان کسی که خود ساخته است و خیلی خدمت به سینما ایران کرده براش احترام قائلم و باید براش احترام قائل شد. دست کمش همین دیگه معرفی آقای کیمیایی هستش و آقای کیمیایی هم وامدار آقای خاچیکیان هستش و خیلی خیلی کارهای خیلی خوب در سینمای ایران کردن. اصلا بحث نیست. من نمیخواستم جبهه‌ای بگیرم، خواستم اینو بگم که از دید من فکر میکنم سیر نزولی داشتن. حالا میتونه مثلا شما بگید نه هیچ سیر نزولی نداشتن و اتفاقا خیلی خوب بودن. نه من نمیگم سیر نزولی داشتن، ولی میگم طبیعی همه کارگردان ها دارن. آره میخوام این اگر اجازه بدید شما فرمایشتون هر دو کاملا درسته. ببینید سیر نزولی در تمام فیلمسازا هست. حتی آقای هیچکاک در حقیقت دارن با آقای در حقیقت خاچیکیان با ایشون مقایسه میکنن. آقای هیچکاک دیگه در حقیقت بعد از پرندگان سیر نزولی شروع شد و تمام فیلم‌هایی که ساخت یکی اصلا قابل قیاس با فیلم‌های قبلش نیست. تمام اینها در حقیقت سیر تطوعی یا سیر تحولی است که اتفاق میفته. آقای مهرجویی همچنین.
حتی شما حتی آقای اسکورسیزی فیلم آخرش آیریشمن رو ببینید اصلا قابل قیاس با فیلم‌های قبلیش نیست. طبیعی این داستان. من یک اعتقادی دارم بعضی از فیلمسازان کار قشنگی میکنن، مثل یه فوتبالیست در سنی که میبینن، خیلی عذر میخوام این کلمه رو به کار ببرم، شاید این کلمه یکم زشت باشه، احساس میکنن دارن خرفت میشن، قبل از اینکه این خرفتی تاثیر در کارش رو بگذاره، حالا این واژه خرفت من توهین‌آمیز نمیخوام بگم، من در حقیقت دارن دیگه کند میشن، در حقیقت دیگه نمیتونن با جریانی که در حقیقت در فیلمسازی یا در کلا در دنیا وجود داره هم پا پیش برن، میبوسن و کنار میذارن فیلمسازی رو. اینها واقعا فیلمسازای با شهامتی هستن. اینکه شما حتما داشت مرتب بسازید. آقای وودی آلن واقعا یه جوری بود که واقعا تمام فیلماش نمیتونم بگم فیلم خوبیه در نهایت، ولی همین ایشون هم اواخر دیگه فیلمایی که میسازه واقعا نمیشه آدم بشین تا آخر ببینه. ببینید این طبیعیه، یه بخشیش تغییر. ببینید یه چیز جالبی چند وقت پیش من داشتم میخوندم، ما هم تغییر میکنیم، حتی مخاطبم داره تغییر میکنه، ولی فیلم ها تغییر نمیکنه. شما فیلمی که الان میفهمید که آقای خاچیکیان فیلم خوبی ساخته در دهه 40، وقتی خب حالا ساختارش خوب باشه، امروز هم که ببینید این فیلم یه دید دیگه میبینید. ممکنه اگه در اون سن میدیدید فیلم رو، در مثلا شما اگه موقع 20 سالتون بود فیلم آقای خاچیکیان رو میدید، خیلی ممکن بود هیجان زده میشدید، یا من یا شما یا هممون. ولی الان که داریم قضاوت میکنیم، خب برامون مثلا شاید تکنیکا عوض شده، به قول شما، به قول استاد اسلوب خیلی چیزا تغییر کرده، چیزای جدیدی اومده. برای ما یه مقداری این که دوباره یه فیلمساز بخواد بیاد همون تکنیکای قدیمیشو به کار ببره، نتیجهش این میشه که اصلا فیلمسازیش در حقیقت دیگه میره در پس پرده، تمام اون یعنی تمام گذشتهش هم یه نوع بعضی موقع زیر سوال خواهد رفت. اینه که یک واقعیتی است، ما مخاطبا هم تغییر میکنیم. شما خودتون شاید سال دیگه این فیلم آقای خاچیکیان رو ببینید، فیلم قبلیش رو، چیزایی شاید جالبتری هم توش پیدا بکنید، ولی در نهایت امر چیزی که وجود داره یه فیلم خوب. شما مثلا این مسئله که راجر ابرت زده بود در ارتباط با فیلم زندگی شیرین فلینی بود. هر کدوم از ماها ممکنه این فیلمی رو در سنین مختلف چند بار ببینیم. یه موقع 20 سالگی ببینیم، یه موقع 30 سالگی ببینیم، 40 سالگی. در این سنین ما با اون مخاطبم تغییر کردیم. وقتی ما هم تغییر میکنیم، نمیتونیم تا انتظار داشته باشیم که فیلمساز هم تغییر نکنه. فیلمسازی میتونه واقعاً به مخاطبان جدید رو هم جذب کنه که بتونه اون خواسته، نه حالا خواسته به خواسته در حقیقت نسل جدید یا غیره بخواد فیلم بسازه، بتونه با در حقیقت ادعای اصطلاح آلمانی است که تو انگلیسی هم زایتگایست، در حقیقت با اون نبض و جریانی که وجود داره زنده است، بتونه همراه و همسو بشه. این چیزی که همونجوری که فرمودن دوست عزیزمون، واقعیت اینه که برای همه فیلمساز اتفاق میفته. طبیعی است. یک جا به نظر من فیلمساز باید سعی کنه که دیگه نسازه. واقعا اگه چیزی برای گفتن نداره، به صرف این که فقط میخواد بسازه نسازه. بله درست. سپاس. دستون در کنه. بله آقای بابک در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم. من یه سوال دیگه در ذهنم اومد، یه سوال خیلی ما یه فیلمساز من میخوام ببینم که هر چقدر رفته جلو فیلماش قوی تر شده، یعنی سیر سعودی داشت. من یه پیشنهاد دارم ولی اونم انقدر نیست. استنلی کوبریک فیلماش به نظرم تو اواخر خوب بود، تو زمانی که زنده بود که چشمان بسته بازو ساخت، فیلم‌های خیلی خوبی می‌ساخت. یکی از اوناست دقیقاً با شما موافق هستم. خیلی خوب. بخش بعدی آقا وقتی چی داریم برای جلسه؟ پگا جون مهمان خاصی دارید؟ جان؟ مهمانی دارید که منتظر باشیم؟ مهمانی داشتیم از دوستان از بیرون که قرار بود در جلسه شرکت کنن امشب؟ نه مهمانی نداشتیم متاسفانه. بسیار خوب. خیلی خوب. اگر چیزی برای پخش دارید که پخش کنیم و از بقیه دوستان ما که در جلسه تشریف دارن هم سوالاتی بپرسید. پگا جون لطفاً فیلم بی بی سی رو میذارید؟ بله ممنونم. ما صدامون رو میبندیم. بله.
چهارراه حوادث من فکر میکنم 5مین 6مین فیلم فارسی بود و اما راجب بوسه آخر. ما دویدیم به طرف همدیگه، ناصر منو بغل کرد و لبشو گذاشت رو لب منو. من فکر کردم اگر که من هیچ نوع مقاومتی بکنم فیلم خراب میشه، به هم میخوره. در نتیجه هیچ کاری نکردم تا ساموئل کات داد. وقتی کات داد تموم شد، من شروع کردم گریه کردم. ملک مطیعی اون موقع دوره نظام وظیفه رو میگذرون، بعد اوپنینگ و ارتش گرفت، بازگشایی فیلمو. من و پدرم توی لوژ نشسته بودیم. من این قلبم بالا پایین میرفت که خب چی میشه الان، اون بوسه کجاست، بابام اگه ببینه چی میگه. اومد رسید به آخرش، به آخر فیلم. این صحنه بوسه که اومد فریز شد برای مدتی، بعد پایان، لغت پایان اومد روش، بازم به همینجور فریز شده بود، مونده بود. هیچ کس هم تکون نمیخورد از جاش، همه نشسته بودن تماشا میکردن. من همینجور یواشی با بابام نگاه کردم. پدرم با یک نگاه ستایش آمیزی به من نگاه میکرد و به من گفت 100 شکسته. و در اون زمان فکر نمی کردم پدر من روشن فکره یا پدر من نمیدونم فهمیده است یا چی. فکر می کردم همه عالم همین حالت دارن. بعد که اون وقت مجبور شدم که توی خیابون نرم و توی خونه حبس بشم به دلیل تشویق‌های یدی ملت، تازه فهمیدم که پدر من چقدر پیشرو بوده. اتفاقاتی که بعد از اون برای من افتاد یکی بعد از دیگری منفی بود. یعنی اولین قدم بیرون کردن من، اخراج من از دبیرستان بود. وقتی مادر من رفته بود پلوی وزیر فرهنگ بهش گفته بود از نظر ما هیچ اشکالی نداره، ولی والدین شاگردای دیگه، والدین دخترای دیگه اعتراض دارن به این جریان که دختر شما رفته یه همچین کاری کرده. مثل این که من بزهکار بودم. میدونی فامیل در حدود 6-7 سال من رو بایکوت کرده بود، برای اینکه فکر میکردن که دختراشون از راه به در میشن. دیدار قهرمانی فردین. 3 فیلمی که با فردین بازی کرده بودم، در اغلب این 3 فیلم فردین به رول شوهر منو بازی میکرد. بعد پسرم یه روز از کودکستان اومد گفت مگه بابای من اسمش داوید نیست؟ گفتیم چرا؟ گفت چرا بچه‌ها به من میگن بابای تو اسمش فردینه؟ من دیدم که مغزشویی بچه من شروع شده و اون بلایی که سر من اومده نمیخوام سر بچه‌های من بیاد. دیگه من سینما رو گذاشتم کنار، دیگه ترک کردم، دیگه هم بازی نکردم. نه، من اصلا پشیمون نیستم. فکر میکنم الان اگر یه همچین موقعیتی پیش اومده بود در الان، بازم همون کار میکردم که روز اول کردم. خانه‌اش مانندی موزه تئاتر است. بگو خیلی ممنونم. با استادانی هنر در خب دوستان، ما با هم قصه اولین بوسه تاریخ سینمای ایران رو دیدیم که قصهش رو شنیدید. آقای خاچیکیان دارنده خیلی اولین ها هستن، اولین آنونس سینمایی، اولین شرکت در فستیوال بین المللی، اولین جایزه، اولین جشنواره سینمایی ایران و حالا شاید خیلی اولین های دیگه که من یادم نیست. اگر یادتون هست چیز دیگه، چند تا دیگه بود که من یادم نیست. من میخواستم دعوت کنم از آقای ابراهیم پور که اگر صحبتی دارن بفرمایید. آقای ابراهیم پور. صدای منو داری؟ صداتون خیلی بریده میاد آقای ابراهیم پور. صدای منو داری؟
بله الان صداتون خوبه. صدا دارید؟ شما صدای ما رو دارید آقای ابراهیم پور؟ صدای من ندارید؟ ما صدای شما رو دارید. نمیدونم دیگه. خوبه؟ صدا خوبه آقای ابراهیم پور. جا داره تشکر کنم از جناب. بله صدای شما رو دارید. صداتون قطع و وصل شد، تصویرتون بسته بود، فکر کنم بهتر بود. آقای پاکزاد، آقای اسلوب و همچنین شما. اوکی درست شد. بله خوبه. صدای من نمیدونم خوبه یا نه، امیدوارم خوب باشه. الان خوبه. گفتم جا داره تشکر کنم از جناب آقای شهرام، آقای پاکزاد، آقای اسلوب و همچنین شما که خواهش میکنم آقای ابراهیم پور. شکرم. والا نمیدونم بچه کار فرمایی درست شد یا نه، من که هنوز ندارم. خوبه جناب ابراهیم پور. ندارید خوبه؟ الان خوبه آقای ابراهیم پور. الان خوبه؟ بله آقای ابراهیم پور خوبه. خیلی خوب. ببینید دوستان توضیحاتی دادن، ولی ما قبل از این که به نظر من گروه خود مهرگان و دوستان اقدامی برای برگزاری بله اقدامی برای برگزاری مطلبی یا خیلی خوبه. بعد حالا من نمیدونم صحبت بکنم یا نکنم. بله من صدا نمیشنم. الو صدا منو دارید؟ بله صدای شما میاد. بفرمایید آقای ابراهیم. امیدوارم صدامو داشته باشید. در حال من تشکر میکنم و گفتم که هر وقت ما مسائلی رو این چنینی میخوایم صحبت کنیم، حداقل این کار خیلی سنگینه، یعنی در یک برنامه حتی 2 ساعته هم نمیشه چنین فردی رو همه جانبه بررسی کرد و خب اینجا اختلاف پیدا میکنه به این خیلی که چیه که مثلا خب ایشون هم نویسنده هستن، تدوینگر هستن، کارگردان هستن و بسیاری جهات دیگه تئاتر کار کردن. خب ما اینجا وقتی صحبت میشه راجع به فیلمنامه، راجع به تدوین، راجع به مؤلف، راجع به کارهاش، کاش برای منی که از سینما اونچنان اطلاعات بالایی ندارم، خب نمیتونم دخالتی داشته باشم یا حتی حرفای شما رو بفهمم. شما یه چیز کلی رو گاهن مطرح میکنید مثل تکنیک، خب تکنیک رو نمیشکافید دیگه. با بیا میاید مثلا راجع به فیلمنامه صحبت میکنید، فیلمنامه نمیشکافید، یا خیلی کارهای دیگه‌ای که برای ارزشمندی یک اثر سینمایی مطرح هست. خب این برای مخاطب باید اولی شناخته شده باشه تا من بتونم راجع به کار. این ضعف عمومیه. فقط در صحبت میکنم میبینی میان راجع به یک سینماگر یا راجع به یک کارگردان، راجع به یک بازیگر، راجع به خیلی بسیاری حتی من صدا ندارم. صداشون داره قطع شد دیگه فکر کنم. حالا دیگه اعتراف میکنیم آقای ابراهیم پور صدا شما خوب نمیاد. هنوز دارن صحبت میکنن. در خلال چندین سال کار راجع به فیلمنامه کسی نمیاد حرف بزنه، نمیاد راجع به تدوین صحبت کنه که تدوین چیه اساسا، فیلمنامه چی هست. خب
یا صحنه آرایی یه فیلم چی هست، یا اون فیلم بردار کجاهاش کارو ما بررسی میکنیم، چه سکانس هایی، کجاش کار مونتاژ کرده، کجاش کارهای موسیقیش ارزشمنده. حتی هیچ کسی من ندیدم خب یعنی تو این زمینه ها که یا سیستم رادیو تلویزیونی ما ضعف شدیدی هم داره در این باره که نمیاد مشخص کنه، یعنی برنامه مدون سینما از کارگردان رو بیشتر کنیم. برای همین هیجانی را دقت می‌کنیم. نظر مثلا در مورد تو دانشکده ادبیات جناب آقای ابراهیم پور نکات خیلی مهمی شما می‌فرمایید. نه من دیگه صحبت نمی‌کنم. صدای شما بریده نه ما اصلا متوجه نشدیم، خیلی بریده شد صدای شما. بله یه محبتی بفرمایید، برای ما صحبت‌های شما راهگشاست. جناب آقای ابراهیم پور عزیز یک وایس صوتی اگه برای ما بفرستید من برای بچهای مهرگان به اشتراک میگذارم و نکاتی که گفتید حالا من یه جمع‌بندی کنم. فرمایش جناب عالی اینجور بود که اگر شما به موارد تکنیکی و فنی یک کار یا یک شخصیت یا یک سینماگر میپردازید، قبلش بیاید اون نوع تکنیک یا اون چیزی که در رابطه با آن صحبت میشه توضیح بدید و قضیه رو روشن کنید. خب این مسئله جناب آقای ابراهیم پور عزیز، ما ممکنه در رابطه با سینما ماهی یک بار یا هر 35 روز یا 37 روز یک بار به قضیه سینما بپردازیم، همچنان که به تئاتر، به شعر و به ادبیات داستانی همین شکل. نه خیلی نه، ما صدای شما رو نداریم جناب آقای ابراهیم پور. شما صدای ما رو داشتید؟ خب جناب ابراهیم پور، حالا من در صفحه خصوصی واتساپ هم برمیگردم و با شما مفصل بعد از جلسه صحبت خواهم کرد. عرض من این بود که حالا چون آقای ابراهیم پور مطرح کردم، من در وسط جلسه آقای خاچیکیان اینو عرض کنم که فرض کنید امشب جلسه ما شعر بود و قرار بود این کتابی از آقای فرهاد ابراهیم پور شاعر رو مطرح کنیم، حرف بزنیم دربارش و آقای ابراهیم پور رو معرفی کنیم. به همان مقدار که الان ما نمیتونستیم به موارد فنی و تکنیکی یک شعر سپید یا شعر نو یا شعر کلاسیک بپردازیم در یک جلسه 1 ساعت و نیمه، همینجا ما نمیتونیم، مگر اینکه ما میتوانستیم یک کار بکنیم، بگیم امشب اختصاص به سینما پیدا کرده، در مقوله تدوین صحبت خواهیم کرد یا در مقوله فیلمبرداری یا بازیگری یا کارگردانی. ما کلا در 90 دقیقه میخواهیم یادی کنیم از مثلا ساموئل خاچیکیان یا فرض کنید از داریوش مرجویی یا بیضایی یا هر کسی دیگر، همچنان که در 2 هفته آینده از ابراهیم گلستان خواهیم گفت. ما در این 90 دقیقه در واقع نمیخواهیم یک نوع کلاس درسی بگذاریم برای یک موضوع خاص، چرا که نه ما متخصصین این امر رو در اختیار داریم، گاهن در اختیار داریم، گاهن به دنبال این قضیه میریم. همچنان که شبی که خواستیم از اخوان ثالث بگیم، ما به سراغ پسر ایشون رفتیم و مقداری از چیزهایی که برای ما مجهول بود از ایشون پرسیدیم. فرمایش شما کاملا صحیح هستش، ولی بضاعت ما کمه. ما خواستیم که هفته یک بار در 90 دقیقه 60 دقیقه بود که نهایتا در 90 دقیقه دور هم جمع بشیم و یادی کنیم، حالا در سال روز درگذشت یا در سالگرد تولد، مثل سالگرد تولد استاد شجریان خسرو آواز ایران که 2 هفته قبل داشتیم و در رابطه‌اش صحبت کردیم. زمان ما کمه آقای ابراهیم پور، به خاطر همین فرمایش شما کاملا صحیح هستش و سعی می‌کنیم در مقوله‌های دیگر، حالا اگر بحث شعر بود مثلا در رابطه مسائل فنی تکنیکی شعر، از خود جناب عالی و 3 نفر کارشناس دیگه دعوت کنیم و این مقوله بپردازیم. من سخن رو کوتاه میکنم. فقط ما خیلی متاسف شدیم که صدای شما شفاف و واضح به ما نرسید. همچنان هم یک سری صوت‌های من میشنوم ولی احساس میکنم که 10% اون چیزی که شما میگید به گوش ما میرسه. در هر حال سپاسگزارم از شما و دیگر دوستان و کسانی که در جلسه حضور دارن، عزیزانی که در جلسه هستن و میخوان در رابطه با استاد ساموئل خاچیکیان صحبت کنن یا روز صحبت‌هایی که شده نظر خاصی دارن، سوالی دارن، ابهامی هستش، پاسخی میخوان بدن، ما در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه وقت جناب آقای پاکزاد عزیز، بهرام پاکزاد بزرگ هم محفوظ هستش و ما با ایشون فعلا کار داریم. حالا دوستانی که تشریف دارن، خانم وفاپور، خانم انگاشته،
خانم قیصری، آقای بابایی و دیگر دوستانی که تشریف داشتن. حالا من خانم اسماعیلی و دیگر دوستان، خانم پاشایی و دیگر دوستانی که تشریف دارن صحبت فرمایید. بله الان صدای شما برگشت آقای ابراهیم پور. اگر قطع و وصل، من در خدمتتون هستم آقای ابراهیم پور، بفرمایید. ندارید صدا رو ندارید الان؟ بله بفرمایید. متاسفانه زمانی که شما میخواید شروع کنید صداتون قطع میشه. آقای ابراهیم پور در حال حاضر صدای شما رو نداری همین الان. خیلی خوب. حالا تا آقای ابراهیم پور مشکل صداشون برطرف بشه، دوستانی که در جلسه حضور دارن، مهمانان عزیز و اعضای شرکت کننده، ضمن که من ساعت رو هم اعلام کنم 1 ساعت و 10 دقیقه الان از جلسه گذشته و ما نهایتاً 20 دقیقه دیگه داریم و خانم اسماعیلی می‌خواستن صحبت کنن. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. با سلام خدمت شما و استادان و بزرگواران. در مورد ساموئل البته همه کامل صحبت کردن، ولی من یه سرچ کوچولو کرده بودم، گفتم با اجازتون مطرح کنم. ایشون تولد 29 مهر 1302 در تبریز هستن و درگذشتشون هم 30 مهر 1380 بوده. همطور که گفتن نویسنده، تدوینگر، آهنگساز فیلم، تهیه کننده، نامدار ایران ارمنی تبار بوده که تاثیرگذارترین کارگردان ها در سینمای ایران به شمار می رفته، تا اونجایی که فکر کنم دوستان گفتن که به اون لقب هیچکاک دادن و بهترین کارگردان در نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی گلریزان بودن. و همطور که آقای بابک گفتن برنده جایزه اولین نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم تاشکند بودن و دوستان همکاران اون رو به اسم ساموئل میشناختن. طوفان در شهر ما سینمای ایران رو، یعنی فیلم طوفان در شهر ما سینمای ایران رو با سبک ویژه خودش آشنا کرد. خاکچیان که از نیمه های فیلم بازگشت تدوین فیلماشو خودش به دست گرفته بود و در نورپردازی و کار فیلم برادرانش هم دخالت میکرده، مثل اینکه به گفته خودشون موسیقی فیلماش هم خودش رو انتخاب میکرده. و نورپردازی جنایی زبانزد بوده که خودش برای فیلمایی مثل چهارراه حوادث و طوفان در شهرها، فریاد نیمه شب، یک قدم تا مرگ، دلهره و ضربت و سرسام به کار برده. فیلمای پرفروشش همون ضربت و عقاب‌ها بوده که ضربت سال 1343، عقاب‌ها هم 63 بوده و پرکار و درگیر فیلم بوده. نخستین کارگردان ایرانی بوده که عناصر تکنیکی رو برای سینما به کار می برده و با دکوپاژ سر صحنه فیلم برداری می رفته به عنوان فیلمسازی نوآور و ساخت فیلم‌های جنایی رو در ایران به راه انداخته. خیلی ممنون که مستمع بودین. متشکرم خانم اسماعیلی، لطف کردید، دستون در نکنه. و با بخشی از بیوگرافی ساموئل خاچکیان آقای ابراهیم پور، بله آقای ابراهیم پور، این بار تصویر شما رو هم داریم، بفرمایید. بله جان بفرمایید. مجموعی از صحبت من شما دریافت کرده بودید، یعنی متوجه شده بودید چی دارم. بله خب. دقیقاً. حالا واقعیتش اینه که من انتظار ندارم که گروه مهرگان و عزیزان توی زوم بخوان همه جانبه و این فرصت رو داشته باشن که این کارها رو بررسی کنن، اما حداقل همینجور که در طی مسیری که تا الان اومدید، هفته گذشته اعلام کردید که یک برنامه دارید و
این برنامه اون موقع من گفتم که کار بسیار درستی که شما برنامه یک ماه ارائه دادید. خب و این یک گام بهتر نسبت به گذشته بود که یعنی من نوعی میتونم در عرض یک ماه بدونم شما چه برنامه‌ای دارید و بخوام راجع به اون برنامه ها تحقیق کنم که وقتی میام اینجا با شناخت تشریف بیارید نباشم، یعنی یک اطلاعاتی حداقل خودم به خودم زحمت داده باشم برم اطلاعات پیدا کنم راجع به ساموئل خاچوکیان که ما نخواهیم اینجا دیگه بعضی وقت این جلسه و این میتینگ رو صرف چیزهایی بکنیم که چیه که میتونستم من نوعی برم مطالعه کنم و دیگه مزاحم شما و دوستان دیگه نشم و همینجا کار تخصصی تر صحبت کنیم. این دقیقاً منظور ما همین بود جناب آقای ابراهیم پور عزیز. ببینید ما تو عرصه ادبیات داریم، تو عرصه نمایش هم هست، تو عرصه سینما هم هست. هیچ کس پر نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که همه افراد پر هستن، اما افراد تاثیرگذار هستن. ببینید در بحث آقای ساموئل بحث تاثیرگذاریه، وگرنه نه اینکه سینمای ما بله، یعنی بحث ما این جوریه که یعنی ما افراد داریم. خب در عرصه سینما آدمای زیادی اومدن و رفتن، شاید بعضی از کارهای بعضی از کارگردان‌ها شاید بهتر از آقای خاچوکیان باشه، اما واقعیتش اینه که تأثیر این آدم بر سینمای ایران و بر بازیگرهایی که انتخاب کرده و بر آثار نمایشی اینا نمیشه نادیده گرفت. من مطمئنم همچون شما که توضیح دادید بله ضعف‌های ایشان در مراحل بعدی آشکار میشه، همچنان که آقای شهرام توضیح دادن که ما مطمئناً از کسی تابو نمیسازیم. خب ایراداتش هم میگیم، نقص‌هاش هم میگیم، اما تأثیراتشون یادمون نره. من یادمه وقتی مراد برقی رو نگاه میکردم تو اون سالهای جوانی فکر میکردم بهترین فیلم شاید همین باشه. خب و چون ندیده بودیم، ما اصلا تلویزیون نداشتیم که سینما ببینیم، طرفای ما سینما نبود، اصلا شهر ما سینما نداشت، ما محروم بودیم. سالی یه بار یا دو بار با یه اتوبوس میرفتیم لار، خب یه سینما هر چی داشت نگاه میکردیم، حق انتخابی هم نداشتیم. سالها اینجوری گذشته بر ما، به خصوص در دوره جوانی ما. ولی بعدها وقتی اومدیم بیشتر فیلم نگاه کردیم، بیشتر دیدیم، از افرادهای مختلف دیدیم و تفسیر و تحلیل فیلم رو نگاه کردیم، خب متوجه شدیم که واقعا تأثیر بعضیا واقعا شگفت‌انگیزه، نمیشه نادیده گرفت. من تشکر میکنم هم از انتخابتون هم از دوستانی که صحبت کردن. مرسی. سپاسگزارم آقای ابراهیم پور عزیز، متشکرم. ما اتفاقا دادن همون برنامه یک ماه هم نبوده، ما برنامه 6 ماه در واقع تدوین کردیم و آماده هستش. بنا به دلایل فقط برای 1 ماه رو اعلام کردیم، به دلیل اینکه حالا ممکنه در طول دوران. بله آقای ابراهیم پور، صدای منو دارید آقای ابراهیم پور؟ فکر می‌کنم دوباره قطع شد. خب شما صدای منو دارید؟ برای چند لحظه فقط میکروفونتون ببندید، احتمالاً ریکاوری خواهد شد. نه بریده داریم. آقای ابراهیم پور عرض می‌کردم در ادامه صحبت‌های جناب عالی، حالا من سخن رو کوتاه کنم که ما به دنبال همون چیزی که شما فرمایش کردید با برنامه رو تدوین کردیم. برنامه 6 ماهه هم داریم، یعنی حداقل این برنامه از آگوست شروع شده و تا پایان دسامبر بوده در واقع. یعنی وسطای جولای ما برنامه رو 2-3 هفته از اونجا داشتیم، هرچی هم که ماهای آینده داریم و قرار هستش که بازم ادامه پیدا کنه. حالا ما عرضمون این بود که مثلا در برنامه ادبیات نمایشی و شعر میخوایم که شما در زمانی که نوبه خودتون رسید به اون نکات بپردازید انشاءالله. متشکرم. و در رابطه با آقای ساموئل خاچوکیان و اینکه چه تأثیری گذاشته، اصلا عنوان برنامه امروز ما همین هستش، ساموئل خاچوکیان و تأثیر او بر سینمای ایران. و قرار نبوده که بگیم ساموئل خاچوکیان خوب بوده یا بد بوده یا به هر طریق، تأثیری که خاچوکیان بر سینمای ایران، بر افراد سینمایی، بر سینماگران پس از خودش گذاشته یا بر کسانی که با ایشون کار میکردن رو میخوایم بررسی کنیم. خب با توجه که وقت ما هم خیلی محدود هستش، من از دیگر دوستانی که
در جلسه ما حضور دارن لطفاً با فرستادن آیکون دست یا هر چیزی به من اعلام کنن یا مطلب بفرستن، چون گاهن اتفاق افتاده که ما از دوستان دعوت کردیم و به ما گفتن که ما آمادگی نداشتیم و تو رو درواسی گیر کردیم و به شما پاسخ دادیم. خواهش میکنم که هر کس خودشون داوطلب باشن در این زمینه ما رو یاری کنن و تشریف بیارن اگه دوست داشتن در این زمینه صحبت کنن. حالا چه بسا کسانی باشن که بخوان فقط مستمع باشن هم ما پذیرا هستیم. خانم وفاپور ببخشید، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام خدمت شما جناب آقای اسلوب و دیگر عزیزان. من راستش مطلب زیادی ندارم، فقط یه تیکه خاصی میخواستم بگم که در مورد آقای ساموئل خاچیکیان، این که خیلی از منتقدین تو نقداشون میگفتن که فیلمنامه های ایشون خیلی تقلید از فیلم های خارجی هست، یا حتی تو یکی از گفتگوها که با ایشون داشتن بهشون مثلا گفته بودن که فیلم دلهوره رو به تقلید از فیلم شیطان صفت ساخته هانری ژورژ کلو ساختن یا از اون تقلید کردن در حقیقت. اما در پاسخ آقای خاچیکیان گفتن که من بعد از اینکه فیلم دلهوره رو ساختم این فیلم رو دیدم و این نشون میداده که مثلا خودش قصد تقلید نداشته. البته دو تا نکته توی این چیز وجود داره که دلیل این که مثلا شباهت ها و تقلید ها چیز باشه به نسبت به فیلم های خارجی. یکیش این که مثلا همکاری با نویسندهایی که میکرده و فیلمنامه نویسا، مخصوصا توی 3 تا از کاراشون با آقای احمد شاملو کار کردن مستقیما که ایشون فیلمنامه نویسی میکردن و خود آقای شاملو جزء نویسندهایی هستن که سابقه اقتباس از رمان‌های خارجی رو دارن. و یه دلیل دیگه‌اش کار کردن با تهیه کننده‌ای بوده توی اون زمان، مثلا آقای میثاقی که مثلا ایشون خودشون اصلا آدمی بودن که فیلم‌های خارجی رو وارد می‌کردن و برای دستاندارکاران می‌ذاشتن که یاد بگیرن و مشابه اونو بسازن، اصلا یعنی کارشون این بوده. و دلیل شباهتشون به فیلم‌های خارجی شاید کار کردن با همچین آدمایی باشه. همین، فقط سلامت باشین. ممنون از شما. متشکرم خانم وفاپور عزیز، لطف کردید و به نکته خیلی مهم اشاره کردید. حالا بابک یه مقدار تو در زمینه ساموئل خاچیکیان بیشتر پژوهش کردن. من فقط ساموئل خاچیکیان و سینماشو دوست دارم و به عنوان پیشکسوت سینما براشون احترام قائل هستم، ولی که خیلی ریزی مسائلشو نمیدونم واقعا. بابک جان، نظرتون در رابطه با صحبت خانم وفاپور چی هستش؟ خیلی ممنون خانم وفاپور. بله درسته، این صحبت ها میشه، ولی هیچ وقت خود ساموئل خاچیکیان این موضوع رو قبول نمیکنه و همیشه رد میکنه. ولی خب حالا بخوایم به این موضوع خیلی دقیق‌تر بپردازیم، موضوع اقتباس یا بازسازی توی سینما اصلا مسئله خیلی عادی هستش. خیلی از فیلمایی که ما الان توی سینمای ایران حتی میبینیم یا سینمای جهان، فیلمای خیلی مطرحی که میبینیم، حتی سینمای هالیوود، سینمای اروپا یا ژاپن یا کره، بازسازی اون فیلم‌ها هست. یعنی هالیوود متخصص اقتباس هست، بازسازی فیلم. خیلی فیلم‌های معروفی در سینما وجود داره، مثلا فیلم اگه میتونی منو بگیر، نمیدونم اسکورسیزی، دیکاپریو توش بازی میکنه که خیلی فیلم معتبریه، یه اقتباس یا بازسازی از یه فیلم اسلوواکیایی فکر کنم، حالا دقیقی یادم نیست. خیلی این یه چیز طبیعی و شناخته شده است و اصلا چیز بدی نیست. حتی در سینمای ما مثلا فیلم مارمولک که ما انقدر همه دوستش دارن، اقتباس از یه فیلم اروپاییه. یا حالا دقیق الان یادم نیست، ولی خیلی فیلم ها هستن که اینجوری هن. و در بفرما اسلوب. خواهش میکنم. خواستم بگم که اگر که بعد از صحبت‌های خانم وفاپور میخواید به بحث دیگه ورود کنید من متوجه بشم. متشکرم. بله، در مورد صحبت آقای ابراهیم پور من میخواستم یه مسئله رو اشاره کنم. خیلی صحبت خوبی بود و من فکر میکنم که ما علاوه بر این که به یک کارگردان میپردازیم، به ویژگی و قدرت اون کارگردان توی رشته‌ای که هست، مثلا آقای خاچیکیان خیلی تدوینش زبان زده، ما میتونیم تدوین رو باز کنیم از بعدن. البته
مثلا ما میخوایم آقای گلستان رو در رابطه با سینمایی صحبت کنیم، خب فیلمنامه یا خیلی تهیه کنندگی یا چیزای دیگه داره که ما میتونیم در رابطه صحبت کنیم. فکر میکنم خیلی صحبت خوب و پیشنهاد خوبی بود، باید استفاده کنیم. اتفاقا موضوع آقای گلستان شاهد خیلی خوبی هستش برای این قضیه. آقای گلستان چند وجهی است. سینمای گلستان یه وره، داستان نویسی گلستان یه وره، ارتباطش با فروغ یه وره، شخصیتش منحصر به فرد خودش یه وره. ما در سینمای صحبت کنیم یا ما همه چیز، هر کسی در هر قسمتی. من دوست دارم گلستان به طور کلی سریال بسازیم. میشه یک ماه در موردش صحبت کنیم. ما به هر حال باید خیلی دیگه به هر حال یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که تو همون 90 دقیقه یا احتمال داره این برنامه گلستان به 2 ساعت هم بکشه به همه چیز بپردازیم. یعنی اگر ما به سینمای گلستان فقط بپردازیم در واقع کمکاری کردیم. ممکنه کسانی باشن که بخش داستان نویسی گلستان براشون مهم باشه. بله، همین دلیل میگم چند قسمت بذاریم. بله قطعا این کارو خواهیم کرد. و اصلا شخصیت منحصر به فردی که داره، مصاحبه‌های خاصی که ایشون دارن، سن و سال بالای اونا که دارن میگه قرن نزدیک میشن، ماشاءالله تولد سال 1301 هستن، یعنی 1401 100 ساله میشن و این گوهر گرانبها هنوز مونده برای ما و حیفه که ما فقط سالی یه بار بتونیم. من بارها علیرغمی که شاید در مصاحبه هاشون یکم کم احترامی به شعور مخاطبم میکنن، ولی من دوست دارم، برای ایشون سرمایه ادبیات و سینمای ما هستن. می‌خواستم اینو بگم که خیلی مسائل هست و ما واقعا نمیتونیم برسیم توی 90 دقیقه تمومش کنیم. 2 قسمتی کنیم من باز دوباره رشته افکار از دستمون در میره. و حالا دوستانی که دعوت میکنیم برای هر جلسه سعی میکنیم یه نفری بیاریم که تقریبا همه فن حریف باشن و در چند وجه بتونن به ما کمک کنن. نکته مهمی بود. صحبتی داشت آقا بابک؟ همین موضوع آقای گلستان که توی کتاب نوشتن با دوربینش چقدر از آقای خاچیکیان تعریف میکنه. میخواستم بگم که حالا میدم آقای پاکزاد صحبت کنن چون میدونم خیلی مطالب اومده. بله. ارتباط آقای خاچیکیان با آقای گلستان هم این قضیه هم یک بخشی هستش که الان امشب جامون، ولی خوشبختانه آقای پاکزاد عزیز به این قضیه خواهند پرداخت. یه صحبتی کوتاه آقای ابراهیم پور دارن و آقای ابراهیم پور برمیگردیم و سپس میریم خدمت آقای پاکزاد که جمع‌بندی کلی، یعنی نکات ناگفته از ساموئل خاچیکیان رو برای ما بفرمایید و جمع‌بندی نهایی هم بکنید. قبل از صحبت جناب آقای پاکزاد عزیز آقای ابراهیم پور صحبت کوتاهی داشتن، بفرمایید. آقا فراد فکر میکنم امشب با صدای آقای ابراهیم پور ما مشکل داریم. حتی تصویرشون هم فریز شده، ظاهرا تکون نمیخوره. احتمالاً از اینترنت شما رو دارم. خب آقای ابراهیم پور بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بله دارم. بفرمایید. شما صحبت خاصی داشتید؟ فکر کنم با تأخیر صدای ما میره. ببخشید مجددا مزاحم شما، صدای منو دارید که؟ نه متاسفانه قطع و وصل میشه دوباره. صدای شما قطع و وصل میشه جناب ابراهیم پور. صدا رو ندارید؟ فقط این بخشی که میگه صدا رو ندارید رو خوب داریم، ولی موقعی که شروع میکنید دیگه صدا نداریم. بله حضور شما که عرض کنم، میخواستم ارزشمندی این جلسات رو بیان کنم. ببینید شما وقتی یه فیلم رو نگاه میکنید یا یه فیلم دیگه صدای شما رو نداریم. آقای اسلوب فکر میکنم به دلیل وقت کمی که داریم بله بردازیم به بقیه دوستان. خب جناب ابراهیم پور عزیز، من عذرخواهی میکنم از طرف خودم، عذرخواهی میکنم به دلیلی که وقت ما تموم شده. اگر شما بزرگواری کنید و توصیه‌های فنی خودتون رو در قالب وایس به اصطلاح فایل صوتی برای ما بفرستید، من سپاسگزار میشم و ما به دستاندرکاران و کسانی که با ما امشب بودن به اصطلاح به اشتراک خواهیم گذاشت. متشکرم. برمیگردیم خدمت جناب آقای بهرام پاکزاد عزیز. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
من با سلام مجدد خدمت همه. من فقط می‌خواستم به چند نکته که بچه‌ها اشاره کردن چون زیر وقت هست و صحبتایی که باز بکنیم نمیشه من به اون صورت جنب است. من دو نکته ابتداً بگم از دو نفر آخر، خانم خالده و خانم وفاپور. آقای خاچکیان هیچ وقت موسیقی فیلم نساختن، بلکه انتخاب موسیقی فیلماشون با خودشون بوده تا اونجایی که من میدونم. و فیلم برداری و نورپردازی چهارراه حوادث رو ایشون به عهده نداشتن. آقای وهاک باراتانیان بودن و جورج لیجنسکی فکر میکنم و اینا هم به این دلیل اومدن که از اون نورپردازی که در تئاتر بود و خاچکیان برای فیلماش استفاده میکرد در واقع یک نوع آموزش و کمک به خاچکیان بود برای مسئله نورپردازی. خانم وفاپور هم دو نکته خیلی خوب گفتن در مورد اقتباس و جریان میثاقیه که آقای میثاقی خیلی نقش‌های موثری داشتن. این اتفاقا یکی از دلایل افتی که ما در آقای خاچکیان می‌بینیم از نوع تهیه کنندگان و شخص آقای میثاقی است. ما اینکه اثرها و آثار خوبی را هم تولید تهیه کردن. آقای میثاقی تا اونجایی که من فکر کنم در خاطرم هست در سینمای ایران با اسم حسن شعبان چند تا نقشم بازی کردن تا برای اون داستان‌ها رفتن و وضع مالی خوبی البته داشتن. مقداری دوربین و وسایل سینمایی وارد کردن و شروع کردن به تولید فیلم. صحبت‌های جناب درویش خیلی خوب بود. صحبت‌های بابک بسیار عالی بود. نکاتی گفتن در مورد عقاب‌ها، شب‌نشینی در جهنم که تاثیرات آقای خاچکیان در اینا چیا بوده. حتی در مورد اون ستاره هم که صحبت کردن من ضمن تایید ایشون اون ستاره جزو همون بازیگرانی بودن که آقای حالا میگیم به جد یا شوخی میگیم آقای ایشکاک، آقای خاچکیان در مورد بازیگران همیشه این نظریه رو داشت که توصیه میگه هر کی رو به سینما میورد. گرشا رئوفی رو میگه من سر بزازی پدر آقای متوسلانی دیدم و اونجا از تیپش خوشم اومد. حالا نه چون کراک کیبل بود ولی خب میدونستم استعداد داره. وقتی هم اومد تو سینما نشون داد استعداد داره. من به هر بازیگرم میگفتم شما 2 فیلم یا 3 فیلم با من بازی کنید بعد به فیلم‌های دیگه ای برید. شاندرمنی یک بازیگر دیگه ای بود که تیپی داشت مثل آنتونی کوین و توی یک فیلمش نقش خبرنگاری هم بهش داده بود. اما ایشون میگفت ایشون و خانم پروین قفاری توصیه منو گوش نکردن. با فیلم‌های بعدیشون این همون فیلم‌ها فراموش شدن و رفتن. در مورد آقای خاچکیان من اگر اجازه بدید به ضمن اینکه من صحبت کردم از اون داستان، آقای خاچکیان حتما تحت تاثیر سینمای فکر کنم فیلم‌های امریکایی دهه 40 بوده. چهارراه حوادث یک نمونه بسیار خوبی از اون هست و این هیچ وقت رد نمی‌کنه. حتی در مورد تحت تاثیر بودن خودش از بعضی فیلم‌ها هم صحبت میکنه. مثلا چهارراه حوادث رو به مثل میزنه فکر کنم فیلم اسیر از ماکس اوفولد که جیمز میسن و رابرت رایان بازی میکردن. منتهای کار به خاطر شباهت‌هایی که داشت خیلی بسیار اون شباهت‌ها و خیلی از قسمت‌های فیلم رو کوتاه میکنه که زیر تیغ سانسور نرفت، خشونتی که شاید در فیلم داشته. همین فیلم نقطه اوج ایشون من فکر میکنم و محبوبیتش بین مخاطب. ما فکر میکنم که اگر میخوایم به آقای سینما آقای خاچکیان نگاه بکنیم باز به فیلمسازان دوره ایشون نگاه بکنیم. میون اون کارگردان ها مهمترین کارگردان 2 دهه سینما ایران بودن، برای که فیلم اونا خیلی در همه قسمت ها، در تدوین، در نورپردازی، استفاده نور در فیلم خاچکیان فقط میتونه به یه علت باشه که میخواست عمقی به ته صحنه‌اش بده، برعکس فیلم‌های دیگه که غالباً با نورهای روشن کار میکردن و با نور کم کار میکرد و بالا پایین تصویرش خیلی کمتر روشن میشد. شما همه فیلم‌های آقای خاچکیان اگه نگاه بکنید با شب شروع میشن، یعنی از سایه روشن‌ها استفاده میکنه
و همین فیلم در اکرانش فکر کنم 260,000 تومان، فکر کنم اونطوری که آقای بالو میگه 260,000 تومان فروش میکنه. برای اون موقع خیلی مبلغ زیادیه، خیلی قابل توجه هست، یعنی سینما رو به طرف دوستان برده. یک مورد این که موفق نبوده رو ما باز از دو چیز ببینیم. ببینید آقای خاچکیان اگر موفق بوده در سینماش، اون دورانش فکرش جلوتر بوده. ایزنشتاین یه حرف خوبی میزنه، میگه سینما رو نمیشه یاد داد ولی میشه یاد گرفت. آقای خاچکیان یاد گرفت که تو سینما چیکار بکنه، ولی اسیر دست آدمایی مثل میساقیه شد، اسیر دست آدم‌های بعد از میساقیه شد که من الان در پایان قبل از که این صحبتامو ببندم فقط خواستم اشاره به صحبت‌های عزیزان بکنم که در این مورد یه اشاره خیلی خوبی کردن و همین فیلم 4 حوادث رو که من به عنوان نمونه انتخاب کرده بودم میخوام به شما بگم که خب خیلی بعد از اون طوفان در شهر ما رو ساخت. اساسی یکی از داستان خودش، این داستان به زبان ارمنی نوشته شده و چاپ هم شده، یعنی طوفان در شهر ما اقتباس نبود، هرچند که میگم فیلم ها مجموعه‌ای بود از فیلم های دهه 40 امریکا و فیلم های کانگستری، اما هیچ وقت به اون صورت نه خودش میگم رد کرد و نه خودش میگفت که مثلا تحت تاثیر نبوده. اما همون فیلم هم مخالفان زیادی داشت، آدمای خیلی خیلی مخالفش بودن دیگه. همین فیلم فریاد نیمه شب رو اگر ما نگاه کنیم گفتن این مجرد فیلم گیلدا ساخته، ریتا ایورس و گلنفورد بازی میکردن اون فیلم رو. اونایی که معترض بودن به فیلمش انتقاد میکردن، از جمله آقای قفاری، آقای دکتر کاووسی که رهبر مخالفین فیلم ایشون در فریاد نیمه شب بود، در حالی که خودشون از با اینکه استادی بر سر من دارن خدا رحمتشون بکنه، خیلی فیلم ناموفقی در روز به اعدام ساختن، تحصیل کرده اروپا هم بودن. سینما اون چیزی نیست که شما با تدریس بخواید یاد بگیرید یا بشه یاد داد، واسه اون رو تجربه بکنید. برای همین دکتر روشنگ کاووسی در همون فیلم موند و دیگر نیومد جلو و فقط به ذکر تاریخ شفاهی سینما اقتدا کرد و اومدیم. هیچ وقت هم از انتقادایی که بهش میشد ناراحت نمیشد و وقتی هم بهش گفتم آقا از این فیلم ساختی، قسم میخورد که من ندیدم. همونطور که اشاره کردن که این فیلم رو من ندیدم، فکر کنم خانم خالده اسماعیلی اشاره کردن که این فیلم ها رو ندیدم و همینطور خانم وفاپور. به هر حال ما اگه بخوام به یک دوران بدتری بریم، اگه اجازه بدیم من قبل از که دیگه صحبتامو تموم کنم، چون می‌خواستم اینا همه نکتهایی که بچه‌ها گفتن من یه اشاره‌ای بکنم. آجیل فیلم که ساخت 6 تا فیلم ساخت برای اینکه بتونه از زیر سیطره تهیه کننده ها بره بیرون. با ارامنه ساخت اون آجیل فیلم رو و شما تو همون فیلماشون می‌بینید که ارامنه نقش تکنیسیان‌های خیلی خوبی هستن برای برق، نور، همه این چیزا، حتی لابراتوار، و اونجا هم موفق نشد. و یک چیزی هم که باز اینجا من اشاره کنم این بود که دورانی مجبور شدن برای اینکه بتونن پولی در بیارن و کار کنن، حتی پول قرض بگیرن، نزول بدن، برن تو فیلمای مثل فکر می‌کنم جعفر جنی و معشوقش سرمایه گذاری بکنن. چند تا فیلم خودش به صورت سرمایه گذار اومده که فیلمای دیگه رو بسازه، ولی متاسفانه یک دورانی شد که در دوران این ور وقتی دیگه به فیلمسازیش همچین به قول ما میگیم فیلمسازی خیلی متوسط رو به پایینی شد، اونم دوران داره دیگه. آرتور پن میگه دیگه فیلمسازی عین کنکوره، هر سال که میخوای میری بالاتر میخوای ورود بکنی امتحاناش سخت‌تر میشه. متاسفانه طوری شد که بعد از فیلم عقاب‌ها که آقایون همه اشاره کردن به این داستان، کار موفقی بود تو کارنامه‌اش، مسئولین بنیاد سینمای فارابی یه فیلمنامه ضعیفی به ایشون دادن، اصلا نمی‌خواستن ایشون کار بکنه. این حقیقت هست که باز گفت. اومدن یه فیلمنامه به اسم فکر کنم یوسف پلنگ بود دیگه، آره یوسف پلنگ به ایشون دادن. جلساتی هم تشکیل شد، قرار شد خاچکیان این فیلمنامه رو بازنویسی کنه که
یه تاکید کرد نه همون فیلمنامه‌ای که ما نوشتیم اونو میبری جلو دور. با اینکه موافق نبود با همون طرح کار کنه، اما حتما فکر کرد که با قولم براش مصلحتی دیده شده در این کار و اون کارم کرد. ولی بعدش از خودش همیشه این سوال رو داشت چرا من 6 سال اصلا ممنوع کار کردن؟ ببینید شما یک جایی میبینید به یه آدمی ممکنه میلون بدن، غیر از اومدن چهره‌های جدید، غیر از تهیه کننده ها که من فکر کنم بیشتر بساز بفروشن، همون دوره همین دوره. الان یک سریال تلویزیون، من یک مطلبی خوندم خیلی مثلا گس‌آور بود که یک سریال که خیلی هم موفق هست، تهیه کننده و نویسنده فیلمنامه یه نفره، منتها اسم با کارگردان اصلا صحبت نمی کنم، با این آقا به عنوان صحبت کسی که موقع فیلم برداری تصویر برداری بازیگرا رو هم هدایت داره میکنه. خیلی جای تأسف داره. ما تو سینمامون کتاب نداریم راجع به تهیه کننده فیلم‌ها نوشته شده باشه، جز خانم گلمکانی، غزال گلمکانی که در مورد علی عباسی نوشته. خیلی آدم تاثیرگذار، با سواد، سینما میدونست، برنامه داشت در تلویزیون و سینما رو تعریف میکرد. فیلم خیلی خوبی هم ساخت و خیلی هم تاثیرگذار بود. و چقدر تأسف باره که دچار این داستان ها میشه. مسئله فیلمنامه‌های جستجوگر و چاوش و این داستان ها هم که خب پشت سر این همه اینا اومد. اما کلا من فقط میخوام یه مطلبو ببندم، چون خیلی صحبت بود که من بکنم راجع به کارش، راجع به تکنیکش، راجع به تدوینش، راجع به برش‌های سریع که داشته در همون فریاد نیمه شب، استفاده از صدای دراماتیک. اینا همه کارهایی بود که کسایی دیگه قبل از ایشون نکرده بودن و خب خودش نوآوری بود. و یک از شاگرداش غیر از مسئول کیمیایی، من فقط میخوام به محمد متوسلانی اشاره بکنم. یه فیلمی داره به نام ترس و تاریکی، نمیدونم دیدید یا نه، که من خیلی هم گشتم اینجا ندیدم، ولی اون زمان قدیم‌تر من دیده بودم توی بلوتوی که از دوستان مهیا کردم و من فیلم رو دیدم و بعد از اون دیگه هیچ خبری ازش نشد. پایان غم انگیز ساموئل خاچکیان خیلی از زبون پسرش واقعا یک داستان غم انگیزی، تصویری از مریضی آدمی که آلزایمر میگیره، خونه نشینش میکنن و در این خونه نشینی هیچ نوع کاری نداره، هیچ نوع تامینی نداره. داستانهای ما در حمایت‌های خانه سینما و جای دیگه چیزای خیلی محدودی هست. به خانم کبرا، حالا من به اسم شهرزاد، به هر حال زندگی ایشون واقعا خیلی تأسف‌باره برای یه آدمی که شاید بگم به اندازه سن ما، سنای چند آدم فیلم ساخته در این مملکت، زحمت کشیده و هیچی نداره در آخر. پیرمردی پر از درد، پر از بیماری که حتی پول بیماری خونی گرفته بود و آلزایمرش هم که خیلی سرعت پیشرفت کرد و دچار سینه درد میشه، گلوبولای خونش میاد پایین، 1000 تا بدبختی میگیره و پول آمپولا و اینا به سختی برای اینا مهیا میشد، خیلی گرون بود، نمیتونستن بیماری رو یعنی کنترل بکنن. زندگی خیلی سختی رو گذرون تا روزی که رفت و روز دوشنبه 31 مهر بود که اعلام کردن که به رحمت خدا رفت آقای ساموئل خاچکیان. در روز آخر زندگیش خیلی مسکنای قوی تجویز میکردن که دیگه درد زیادی نکشه و تو خونه افتاده بود. از زمانه براش تو اون موقع خیلی با تلخی سپری شد و نتونستم اون چیزایی که آماده کرده بودم صحبت کنم و چون میدونم بقیه دوستانم میخوان صحبت بکنن. هیچ کدوم از خیلی از فیلماش هست. من راجع به خون شرف میخواستم صحبت کنم که به سفارش گفتم بساز، مردی در آینه همینطور، بلوف همینطور. کاوش اصلا فیلم دلخواش نبود. یا مثلا شب نشینی در جهنم اولین پیشنهاد به ایشون شد، ایشون نساخت فیلم رو، ایشون کمک کرد به پایان دادن، برای که خود آقای میساقی از اون خواهش کرد که گفت اینا سرفش رو به هم کن، من بدبخت شدم. ولی کارا اون راه رفتن روی تناب. میگم من چون این مسئله مذهبی از نگاه من یک اقلیت مذهبی ام، به این مسئله از نگاه شما بخوام نگاه بکنم من درست نمیدونم. سیاسی نبود، وارد نمیشد به این کارا هیچ وقت، به خاطر اینکه تا
پایان عمرش هم این باورهای دینی خودش و مسائل مربوط به خودش رو تو آثارش مطرح نمیکنه. اما یک فیلمنامه‌ای داشت روی شانه مسیح، روی زخم شانه مسیح که موفق نکردن که بسازه. من فقط اینو از نقل قول از پسرش میگم که همچی چیزی گفت و هیچ وقت به این سمتا نرفت، تو آثارش مطرح نکرد. همواره مدافع بعضا موجود بود، از چراغ قرمز هم عبور نمیکرد، چون میدونست اگه بره و کافی لحظه جلوشو بگیرن. یه ساموئل خاچکیانی حتی در اسم هم وجود نخواهد داشت. من تشکر میکنم، حوصله کردید، گوش کردید و کاشکی واقعا وقت بسیار بیشتری داشتیم و بیشتر میتونستیم صحبت بکنیم راجع به ایشون و راجع به کاراش. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. متشکرم جناب آقای پاکزاد عزیز، خیلی لطف کردید و تقریبا نکات خیلی مهمی رو اشاره کردید که فرصت نشده بود اون پرداخته بشه. قطعا شما صحبت‌های دیگه هم داشتید در رابطه با ساموئل خاچکیان به عنوان یک سینمایی نویس، به عنوان کسی که آگاه هستید از این مسائل، ولی حیف که وقت ما از اون لیمیتی که مشخص کردیم هم گذشته، یعنی 16 دقیقه از وقت اصلیمون گذشته. ما پیش بینی 90 دقیقه رو کرده بودیم. در واقع منو ببخشید، من نه من می‌خواستم اینو بگم که چقدر صحبت‌های شما ارزشمند بود که ما دیگه بیخیال این وقت‌های اضافه شدیم و دوست داشتیم که بشنویم. حتی آقای ابراهیم پور هم مسیج فرستادن که آقای پاکزاد ادامه بدن. در هر حال جلسات هم شاید بگم خوبیش به همینه که دیگه خیلی از زمان خودش بالاتر نره. ممکنه حالا نه فقط این جلسه، هر جلسه دیگر. ما 2 هفته گذشته که نمایشنامه‌خوانی داشتیم هم تقریبا زمان زیادی، یعنی بیش از 2 ساعت بود. ما تلاشمون این هستش در یک بازه زمانی خیلی خوب بتونیم برنامه‌ها رو اجرا کنیم و به جای پرداختن به حواشی که اجتناب ناپذیر هستش، سعی کنیم حواشی رو کم کنیم و به اصل مطلب بپردازیم. برنامه هفته آینده ما نمایشنامه‌خوانی خواهد بود. اطلاع رسانی خواهیم کرد و جزئیات رو براتون میفرستیم. باز هم برنامه اکتبر رو در قالب یک پوستر ارائه میکنیم. حالا ممکنه برای برنامه نوامبر هم یه هفته قبل از پایان یافتن اکتبر با هماهنگی که با آقای تیسفو و تیم تولید میکنیم شاید فرستادیم که دوستان بتونن برنامه‌ریزی رو داشته باشن. من سپاسگزارم از همه دوستان که حوصله کردن در جلسه ما حضور داشتن. اگر که پیشنهاد یا انتقادی دارن یا برنامه‌های پیشنهادی دارن میتونن حالا با ما در ارتباط باشن با کانال‌های مختلفی که از طریق مهرگان هستش. خیلی خیلی متشکرم از همه شما. از جناب آقای شهرام، من فامیلی مبارک شما یه بار دیگه آدرنگویی، آقای آدرنگویی عزیز، بسیار عالی، خیلی استفاده کردید. بسیار اولین بار اصلا نباشی، منم تشکر کنم شخصا. بریم امیدواریم که بازم شما رو داشته باشیم در جلسات بعدی. حتما چه در جلسات تئاتر چه در جلسات سینما و ادبیات بتونیم از بیانات شما خوب استفاده کنیم. من عذرخواهی میکنم اگر که ببخشید آقای اسلوب ببخشید، فقط این نکته کوچولو بود در جواب آقای پاکزاد، جناب پاکزاد. من خدمتتون عرض کردم که موسیقی فیلماشونو خودشون انتخاب میکنن، نگفتم که خودشون میسازن. بله ببخشید خانم، سلام میکنم به شما. نه در ابتدا گفتید آهنگساز، من به خاطر همین ذکر کردم. ببخشید. بله. البته من بسیار متشکرم. حالا گاهن هم سختی دوره فیلمنامه نویس گفتن، اشاره کردن به سختی دوره فیلمنامه نویسی. اتفاقا ما یه دوره مقدماتی رو گذراندیم، واقعا خیلی سخت بود. یعنی با استاد اسداللهی بود، همطور که فکر کنم توی گروه نوشته بودن ما شرکت کردیم، ولی جلسات خیلی پرباری بود. خوشبختانه ما خیلی کلماتو که الان میگن ما پیگیری کردیم، دکوپاژ و میزانسن و پلان و اینا. الحمدلله دیگه آشنا شدیم با این کلمات و واقعا که برای پیشرفتم گذاشتن، واقعا که حالا جرأت میخواد که پیشرفته هم شرکت کنیم. به هر حال ممنون، مرسی، استفاده کردیم. شب خیلی خوبی بود. شب شما بخیر. متشکرم، خیلی ممنون. وقت ما کاملا پایان پذیرفت. سپاسگزارم.